من چند مطالبه کوچک دارم از این جوانهای مخلص و دین دوست. اول مطالبه هم ای هست: انجینر بیدینی را دوست نداره. دوست داره؟ نداره. دکتر بیدینی را دوست داره؟ دریور، آهنگر، نجار، دکاندار بیدینی دوست داره؟ نداره. پس برای دوستی الله باید علم یاد بگیریم، قرآن را باید خوب بدانیم، بخوانیم، بفهمیم. اگر شما به موبایلتان 11 شماره بزنیم تماس برقرار نمیشه، 9 شماره بزنیم برقرار نمیشه. قرآن را اگر به حرف کم یا به حرف زیادت خوندی نماز فاسد میشه. یک فرمول است. یک مسلمان با 50 سال مسلمانی خود کلمه را غلط میخونه: لا اله الا الله محمد رسول الله. الله یعنی محمد رنده شده از درگاه الله، یعنی گمراه شده الله، نعوذ بالله. اگر این را بخواهد یاد بگیرد به 2 دقیقه می شود رسول الله لله لله لله. خیلی آسان، زود یاد میگیرد. اما ملت ها فیوز برق را میدانند، تفنگ را میدانند چه قسم استعمال کنند، ماشین و موتر را میدانند، اما استعمال دین نمیفهمند. اول همه شما ملت دین دوست به درس تفسیر قرآن کریم، ترجمه های قرآن کریم، اسبابی که شما را به درس های تفسیر و تجوید و قرآن کریم پیشتر تعارف می سازد، همه شما نسل جوان خود را به علوم قرآن کریم مسلح کنید. دوم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زندگی 24 ساعته ایمون که الله می فرماید پیامبر سخن شخصی نمیگوید مگر آن چیزی که به زو وحی میشه. هر سخن رسول الله وحی است. پس به تمام روش و اسلوب و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا کوشش بکنید که عمل بکنیم. سوم، برای اسلام شناسی سیرت صحابه، سیرت خلفای راشدین و عشره مبشره را بخوانیم. چهارم، برای این که بزرگا و دانشمندای اسلامی به اسلام چه خدمتی کردند. مثل که شما از موتر خو دریوری خو لیسانس داری، از مکتب خو اسناد 12 داری، از پانتون خو لیسانس و ماستری و دکترا داری، از دکان خو فاکتور داری، از خانه و زمین خود اسنادی داری، از دینداری هم یک اسنادی داشته باشی، شما بزرگترین کتاب مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در جهان اسلام تدریس میشه به نام عقیدة الطحاویه که ابو جعفر طحاوی حنیفی و ابوالحز حنیفی رحمت الله علیه نوشته، شما نسل جوان عقیدة الطحاویه را مطالعه کنید و بخوانید. شخصیتی که به کفر و شرک، به الحاد و استعمار، به باطل و باطل پرستی، به کینه و بغض، به زبان و زبان پرستی و نجات پرستی، به همه اقسام کفری و شرکی و باطل مبارزه جهانی کرده. نعمان ابن ثابت بن نزواتا مشهور به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. این کتاب عقیده طحاویه به هر مسجد تدریس شود. خوب است هر محصل و متعلم و طلبه مدرسه ای را بخواند تا که عقیده و تخصص دانشمندان اسلامی و رئیس مذهب احناف را بداند. دومین کتابی که برای ما و شما اکثر مسائل ایمان و ضد ایمان را میشناساند شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که امان فقه اکبر عربیش علما تدریس میکنن. شرح فقه اکبر با 2 جلد که چاپ شده همه نسل جوان میتونن از او استفاده بکنن. سوم جمله است که خواهران ما به نظام تعلیم و تحصیل و علوم دین حقدار هستند. مثل که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها زن رسول الله مفتیه بوده، 2210 حدیث حفظ کرده، مافوق دکترای امروز تخصص علمی داشته. فلهذا زن باید در چوکات دین قرآن بخواند، درس بخواند، نظام تعلیم و تحصیل حاصل کند. این کارا رو ما و شما ان شاء الله پایبندی کنیم. صحیح است ان شاء الله.